گر آتش بارد به پیکرم، جز مهرت در دل نپرورم. از آب و خواب و مهر تو سرشته شد دلم، مهر اگر برون رود گلی شود دلم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، پاینده باد خاک ایران ما، پاینده باد خاک ایران ما. سلام، به برنامه ایران آینده خوش آمدید. بحث حاضر روی استقلال ملی تکیه می کند. برای اینکه این بحث رو به اصطلاح به شکلی پیش ببرم که مورد استفاده یک بخش وسیع‌تری از جامعه قرار بگیره، از خیلی ساده و غیر به اصطلاح اکادمیک این بحث رو مطرح میکنم و سعی میکنم خلاصه ای از اون اساسی ترین مطالبی که در این رابطه باید گفت رو برز برسونم. اول خود کلمه استقلاله که باید روش تکیه بکنم. استقلال در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران معناهای متفاوتی داشته. ما اصولاً ایرانی ها به استقلال خیلی ذهنی برخورد میکنیم، یعنی اون یک ذهنیتی در مورد استقلال داریم که این ذهنیت یک تاریخ پشت سرشه، چون ما در واقع از طرف نیروهای امپریالیستی و کلونیالیستی و نیروهای خارج و دیگران همیشه مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتیم. به یک شکلی این بحث استقلال برای ما ذهنی شده. مثال برای نمونه، وقتی ما میگیم ما استقلال داریم یا نداریم، بیشتر داریم بحث ذهنی میکنیم. یه مثال مشخص بزنم، الان 30 خورده سال امریکا در ایران وجود نداره، ولی هنوزم مردم ایران اکثرا فکر نمی کنن که ما یا دولت ما مستقل از امریکاست. چرا؟ برای اینکه یه ذهنیتی در مورد این استقلال وجود داره که از ما خارج نمیشه. این ذهنیت رو مثلا کانادایی‌ها ندارن. مثلا وقتی کانادا که میری، تمام کارخونه ها، اتومبیل ها، بانک ها، هتل ها، راه ها، همه دست امریکایی‌ها یا امریکایی‌ان. و حالا به یک کانادایی بگو که شما وابسته هستی به امریکا، مستقل نیستی، استقلال نداری، یه نگاهی بهت میکنه، میخنده بهت، میگه یعنی چی؟ من یک کشور مستقلی هستم. میگه نه، شما مستقل نیستی، برای اینکه بانکات امریکاییه، برای اینکه عرض کنم که راهات امریکاییه، ماشینت امریکاییه، هتلات امریکاییه. و این میگه نه، این هیچ ربطی به استقلال نداره. و این یه بحث به اصطلاح اقتصادیه، اومدن سرمایه‌گذاری کردن و ما از اینا استفاده میکنیم، اونا هم از ما استفاده میکنن. بنابراین یک کانادایی یه ذهنیت در مورد استقلال نداره، یعنی استقلال ذهنی رو قبول نداره. و اما استقلال همیشه ذهنی نیست. برای ایرانی‌ها هم استقلال عینی هم وجود داره. واقعیت اینه که تمام اون مشکلی که ما با استقلال داریم ذهنی نیست، عینی هم هست. یعنی واقعیت اینه که خارجی‌ها سعی کردن ما استقلال نداشته باشیم، سعی کردن ما رو وابسته کنیم، سعی کردن بیان بر اقتصاد ما حاکم بشن، بر سیاست ما حاکم بشن، بر فرهنگ ما حاکم بشن. و بنابراین ما اینجوری هم نیست که ما فقط از استقلال یه ذهنیت داریم و اصلا ما استقلال عینی برامون مطرح نبوده یا اصلا این همچین چیزی در فرهنگ ما نیست. واقعیت اینه که استقلال عینی هم هست. من اینجا فکر کنم که استقلال عینیه که مهمه. استقلال ذهنی مهمه، اما اون یه بحث فرهنگی داره و باید در چارچوب فرهنگ
به اصطلاح سیاسی ما و فرهنگ توسعه ما به اصطلاح عوض بشه، در حالی که استقلال ذهنی یه بحث دیگریه. این یه نکته است که میخواستم توضیح بدم. دوم، در مورد استقلال ما همینجوری که خواهیم دید یه بحث استقلال دولتی داریم، یه استقلال ملتی داریم در واقع. یکیش استقلال دولته، یکی استقلال مردمه. این یه بحث خیلی مهمیه که من اینو به اصطلاح اساس بحث امشب من، یعنی الان من اینه، و به همین دلیلم این بحث رو میذارم برای بعد از این بحث، به اصطلاح بعد از این حرفی که الان میخوام بزنم. اون نکته دیگه بحث به اصطلاح رابطه استقلال به وطن پرستیه، به استقلال با ملی گرایی. یعنی گاهی طرف وطن پرسته و به استقلال در چارچوب وطن پرستیش نگاه میکنه. یعنی وطن پرستی اونچه که عرض کردم یه بحثیه در رابطه با تاریخ و فرهنگ و جغرافیا و اینا، و یه بحث مفصلیه و هویتیه و ایرونیا اصولا وطن پرستن و همیشه گفتم و کمتر ملی ولی بیشتر وطن پرستن، در حالی که بحث استقلال ملی بنابراین یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه که با بحث استقلال در چارچوب وطن پرستی مطرح نمیکنه، که اونو الان من توضیح میدم. بنابراین من میخوام الان بیام به این که رابطه این استقلال رو با منافع ملی یا ملیگرایی بحث بکنم. من در بحث‌های گذشته اومدم گفتم که من بین ملیگرایی و ملتگرایی میخوام یه تفاوت قائل بشم و بگم که این دوتا یکی نیستن و خود من ترجیح میدم از ملتگرایی حرف بزنم یا اصلا ملتگرا باشم تا ملیگرا. ملیگرا عرض کردم کسیه که به یک جغرافیا توجه داره. اصلا ملیگرایی ایران جغرافیایی عرض کردم هست، گاهی تاریخی هم بوده که برمیگرده به وطن پرستی، ولی اصولا جغرافیایی هستش این ملیگرایی. و بنابراین در چارچوب ملیگرایی چون به جغرافیا ما توجه داریم، استقلال یک مفهوم جغرافیایی پیدا میکنه. مفهوم جغرافیاییش یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم از استقلال، یعنی یک جغرافیایی به نام ایران با اون حد و مرزاش، با اون فیزیکش، با اون محیط زیستش، شهرهاش و غیره، در واقع در مقابل یک جغرافیای دیگه‌ای قرار میگیره که خارج از اونه و اون جغرافیای خارجه. بنابراین استقلال این جغرافیا از جغرافیاهای خارج از اون مطرحه. بنابراین یه ملیگرایی متداول ایران وقتی از استقلال صحبت میکنه بیشتر فکرش متمرکز روی جغرافیاست، استقلال جغرافیاست. و اما استقلال جغرافیا در خودش استقلال دولت رو داره. یعنی چی؟ یعنی تو روی این جغرافیا تصادفاً یک دولت حاکمه. این دولت یه هویتی برای خودش داره، این دولت یه ساختاری برای خودش داره. این دولت در مقابل دولت‌های خارج از این جغرافیا قرار داره. اون جغرافیای خارج هم برای خودشون دولت دارن. پس این جغرافیا یه دولتی داره که این دولت در رابطه با اون دولت‌های جغرافیاهای خارج یا مستقل یا نیست. پس بنابراین استقلال به اصطلاح ملی در تحلیل نهایی در اون مفهوم متداول ملیگرایی در ایران میره به جغرافیا، از جغرافیا میره به دولت و در واقع استقلال ملی به استقلال دولتی تبدیل میشه، هویت ملی به هویت دولتی تبدیل میشه. اینجا اقتدار ملی به اقتدار دولتی به اصطلاح تعریف میشه. در واقع اینجا حاکمیت دولت مطرح میشه، اقتدار دولت مطرح میشه، استقلال دولت مطرح میشه. بنابراین وقتی از ملیگرایی متداول شروع میکنیم ما دچار یه سری مشکلات اساسی میشیم برای بحث استقلال. و اما اگر ما از بحث ملیگرایی متداول به بحث ملتگرایی رو که من مطرح کردم بریم، به اون سو بریم، اون وقت کلا این جریان فرق خواهد کرد.
عرض کردم ملتگرایی 2 تا بخش داره. یه بخش جغرافیا داره، یه بخش مردم داره. در چارچوب بخش جغرافیاش ملتگرایی همون بحث جغرافیاست. بعد از جغرافیا به دولت میره و در رابطه با این جغرافیا، در رابطه با جغرافیای خارج، دولت در رابطه با دولت‌های خارج، هویت این دولت در رابطه با هویت دولت‌های خارج، اقتدار و حاکمیت این دولت و این جغرافیا در رابطه با اون خارجی‌ها. این هست سر جاش، هیچ مشکلی هم باش نیست، درست. یعنی در واقع اون استقلال وجود داره، اون استقلال هست، شو بحث استقلال. اما ملتگرایی یه بخش دیگه داره به نام مردم. اینجا دیگه بحث جغرافیا نیست، بحث مردمه. وقتی که در این رابطه ما صحبت میکنیم، استقلال در اینجا معناش دیگه جغرافیا نیست، مردمه. از مردم، وقتی که از مردم صحبت میکنیم، به حاکمیت مردم میرسیم، به هویت مردم میرسیم، به اقتدار مردم میرسیم. یعنی در واقع به حاکمیت ملی میرسیم، به یه جایی میرسیم که دیگه اون وقت فقط دولت نیست که بحث استقلالش مطرحه، که بحث اقتدارش مطرحه، بلکه استقلال خود مردم هم مطرحه. استقلال نه فقط مردم، که این اقتدارشون هم مطرحه، که این هویتشون هم مطرحه. حالا این استقلال مردم در واقع 2 بخش داره. یکیش استقلال این مردم از اون خارجه، همون که استقلال دولت مطرح بود. یعنی این مردم هم باید از مردم خارج از این مرز استقلال داشته باشن، باید هویتشون با اون مردم خارج از مرز مشخص باشه، هویت خاص خودشون داشته باشه. اما در عین حال این مردم باید از دولت خودشون هم استقلال داشته باشن. یعنی در قسمت اول، تو بحث اول ملیگرایی، وقتی دولت مستقله به اقتدار داره، ملت کاری نیست. ملت یه عده رعیت شاید هستن، یه عده شهروندن که استقلالشون فقط از طریق استقلال دولت مفهوم پیدا میکنه. در حالی که تو بحث ملتگرایی استقلال مردم خود استقلال ملیه، به استقلال دولت در واقع از طریق استقلال مردم معنا پیدا میکنه. یعنی یه دولتی مستقله که مردمش مستقلن. برعکسش یه دولتی که مستقله ممکنه مردمش مستقل نباشن، در حالی که مردم مستقل حتما یه دولت مستقل دارن. برای اینکه دولت مستقل باشه، مردم مستقل باشن، باید این مردم آزاد باشن، باید این جامعه دموکراتیک باشه، باید این مردم حقوق شهروندی داشته باشن. بنابراین این بحث در واقع ملتگرایی در رابطه با استقلال ما رو بازم برمیگردونه با همون بحث اساسی که اصلا منافع ملت یعنی چی. اول که عرض کردیم منافع ملت منافع جغرافیاست و منافع مردم. عرض کردیم که منافع جغرافیا وقتی که بهینه میشه، تأمین میشه، این جغرافیا جاویدان میشه، و وقتی که این مردم منافعشون تأمین میشه، این مردم شاد میشن. و منافع ملی یعنی جاودانی اون سرزمین و شادمانی این مردم. این مردم در رابطه با استقلال وقتی شادن که خودشون مستقل باشن. یعنی اگر اون جغرافیا مستقل باشه و اون دولت مستقل باشه ولی مردم آزاد نباشن، دموکراتیک جامعه نباشه و اون حقوق شهروندیشون تامین نباشه، این مردم شاد نیستن. و چون این مردم شاد نیستن استقلال ندارن. یا برعکسش مردمی که استقلال ندارن شاد نیستن، عکسش هم هست. بنابراین من این بحث رو میخوام اینجوری مطرح بکنم که ما در اینجا وقتی از استقلال به اصطلاح واقعی صحبت میکنیم، از استقلالی داریم صحبت میکنیم که هم جغرافیا مستقله، یعنی دولت بعد مستقله، بعد حاکمیت دولتی و هویت دولتیش درسته، و هم مردم مستقلن، یعنی مردم آزادن، دموکراتیکن. و این مردم آزاد و دموکراتیک وقتی هستن که از دولت استقلال داشته باشن، و از اون مهمتر این مردم وقتی مستقلن که نسبت به خارج هم استقلال داشته باشن. بنابراین وقتی از استقلال ملتی صحبت میکنیم، به استقلال اساسی، استقلال
ملی به معنای واقعی، نه استقلال ملی به معنایی که در ایران متداول بوده. وقتی از استقلالی که الان دارم ازش صحبت میکنم حرف میزنیم، داریم از یک مجموعه ای صحبت میکنیم که هم درش جغرافیا و هم مردم، هم دولت و هم مردم مستقلن، هم مستقل از خارجن و هم مستقل از در واقع یک سری از این دیکتاتوری ها و زورگویی ها هستند. و همین دلیل باید تأکید ما در رابطه با استقلال روی استقلال مردم باشه. در استقلال دولتی و بحث استقلال دولتی ما رو میبره به امنیت دولتی. یعنی دولت میگیم وقتی مستقله که دولت امنیت داره و امنیت دولت میشه امنیت مردم، امنیت ملت. یعنی امنیت ملی عملا در بحث جغرافیایی ملیگرایی یا استقلال در واقع همون استقلال امنیت دولتی میشه. یعنی وقتی ما میگیم امنیت ملی در چارچوب اون معنای جغرافیایی استقلال، داریم از امنیت دولتی حرف میزنیم. در حالی که وقتی که ما از در چارچوب ملت، در چارچوب بحث ملت صحبت داریم میکنیم که جغرافیا و مردم رو با هم داره، در اینجا دیگه وقتی از امنیت صحبت میکنیم از امنیت دولت داریم فقط حرف نمیزنیم، بلکه از امنیت ملت هم داریم، مردم هم داریم حرف میزنیم. و همین دلیل هم اینجا امنیت انسانی خیلی مهم میشه. بنابراین امنیت امروز یک جنبه انسانی داره و یک جنبه در واقع دولتی به معنای فیزیکی. یعنی امنیت دولت برمیگرده به ارتشش، به سپاهش، به اون سخت افزارهاش. خب اینا باید باشه، هیچ تو ما مشکلی باش نداریم. اصلش همه ملت ها باید به حال یک امنیت اون فیزیکی که امنیت دولت رو تأمین میکنه باشه. اما معنای امنیت ملی فقط اون نیست. یعنی یک کشوری امنیت ملی نداره، امنیت ملیش فقط نمیتونه در چارچوب مثلا ارتشش، در چارچوب دولتش تعریف بشه. باید این امنیت در چارچوب اون سرزمین و ارتش و دولت و امنیت انسانی مردمش تامین بشه. بنابراین ما در اینجا یک بحث وسیع‌تری از امنیت داریم، امنیت انسانی به اضافه امنیت جغرافیایی. چرا؟ برای اینکه گفتم بحث ملتگرایی هم جغرافیا رو داره هم مردم. امنیت جغرافیایی امنیتیه که از طریق دولت با نظامی ها و با دولت و با اون به اصطلاح ارتشش و سیستم های دفاعیش، نظامیش تأمین میشه و امنیت مردم با امنیت انسانیش که آزادی هاش و دموکراسیش و استقلالش از دولت و از خارج. این بحث بنابراین یک بحث اساسی تری هم ما در اینجا داریم که همون بحث در واقع امنیته. چون وقتی که ما از ملیگرایی متداول وقتی که بنابراین میریم بیرون و از جغرافیا میریم بیرون، فقط از جغرافیا و دولت و امنیت دولتی و ارتش و نظام و اینا میریم بیرون، وارد یه میدون دیگه میشیم در ملتگرایی که هم جغرافیا رو و امنیت جغرافیا رو، امنیت دولت رو، اون نظامیگری ها رو، دفاع رو داره، هم این که امنیت انسانی رو داره، یعنی آزادی ها و آزادی های دموکراتیک و غیره و اینا رو. این بحث خیلی مهمه. حالا در همین رابطه است که بحث هویت هم باید در بحث امنیت هویت مردم مطرحه در اینجا. یعنی در امنیت انسانی هویت انسانی رو هم تعریف میکنه، حقوق بشر رو مثلا مورد تأکید قرار میده، برای اینکه به هر حال امنیت انسانی بخشی از این حقوق هست، یعنی حق ها هست. این بحث بنابراین ما این بحث رو باید به این شکل ببریم جلو. من اینجا یه تاریخچه‌ای رو بگم که این بحث یه ذره بهتر شناخته بشه. این واقعیت اینه که مثلا توی وقتی که برگردیم به اوایل قرن 19 میبینیم که مثلا در اروپا وقتی که دولت‌ها داشتن شکل می‌گرفتن، اول سالها جنگ بود بین این شاهزاده‌هایی که سیستم فئودالیسم داشت و هم ریخته بود، داشت
به اصطلاح سقوط میکرد. بعد این مناطق مختلفی که دست چند تا قلدر بود یواش یواش این قلدرها از بین رفتن، تیکه پاره شدن. بعد هر کدوم از این مناطق دست یه عده افتاد، یه شاهزاده افتاد از همون نسل و اینا. بعد این شاهزاده ها با هم دعوا میکردن سر اینکه بالاخره این زمین مال منه، و میگفتن اون مال منه و از این حرفا. بالاخره اینا اومدن نشستن با هم به توافق کردن، گفتن آقا هر کس هر زمینی رو داره همونجا شاهزادهشه و ما این تیکه زمین رو میگیم حساب میکنیم مال خودش، و در چارچوب اون تیکه زمین این آدم به اصطلاح استقلال داره، در چارچوب اون تیکه زمین این آدم حق و حقوق داره، اقتدار داره، حاکمیت داره، و افرادی هم که توی این سرزمین زندگی میکنن آدمای اونن. بنابراین کشورها اینجوری از همون اول شکل گرفتن. یه تعداد تیکه پاره زمین بود، بعد یه سری آدم توش بود، بعد این شاهزاده ها بین خودشون تقسیم کردن، بعد بین خودشون یه قراردادی رو امضا کردن و گذاشتن که دیگه هیچ کدوم تجاوز نکنه به اون تیکه زمین دیگه. و این شد استقلال این شاهزاده از اون شاهزاده، استقلال این تیکه زمین از اون تیکه زمین، از این حرفا. بعد یواش یواش درون این تیکه زمینا البته بعدن این مردم هویتش به اصطلاح شهروندیشون رو پیدا کردن. یعنی این شاهزاده ها و اینا یواش یواش در پروسه طولانی در چارچوب به اصطلاح مبارزاتی مجبور شدن به این مردم حقوق شهروندی بدن، و این حقوق شهروندی یواش یواش از اینا از این کشورهای دموکراتیک ساخت. و این وقتی کشور دموکراتیک شد، اون وقتی که بحث جغرافیا و بحث شاهزاده ها مطرح نبود، بحث استقلال رفت به سوی به اصطلاح استقلال مردمی، استقلال به اصطلاح هویت مردمی به اضافه استقلال جغرافیایی به هویت دولتی، امنیت دولتی، امنیت مردمی و غیره. یعنی در واقع این بحث استقلال یه بحثی بود که قبل از اصلا، یعنی وقتی که این ملت ها شکل گرفتن از اونجا شروع شد و این شاهزاده ها اول این بحث شروع کردن و بین خودشون این کشورها رو تقسیم کردن، استقلال اونجوری تعریف کردن، و بعد یواش یواش وقتی که بحث شهروندی تو کشورها مطرح شد، این معنای این استقلال خیلی وسیع‌تر شد و امروز مثلا تو همین کشورها توی اروپا دیگه استقلال فقط جغرافیایی نیست و یه شاهزاده نیست، بلکه استقلال واقعا ملتی به معنای عمیق کلمه، به معنای استقلال جغرافیاشون به دولتشون، به استقلال مردمشون و امنیت انسانیشون و اینا مطرح است. این جریان قسمت دوم این استقلال، یعنی بحث شهروندی و اینا، خود برمیگرده به پروسه به اصطلاح ملت سازی، نیشن بیلدینگ، که یه خودش جریانی بود عرض کردم. انقلاب فرانسه و اینا خیلی کمک کردن به این جریان، بحث روشنگری تو اروپا و اینا، و به هر حال یواش یواش به اصطلاح این رعیت ها، این سابجکت هایی که زیر فرمان و حاکمیت این شاهزاده ها بودن، یواش یواش خودشون هم آدم شدن، شهروند شدن و به اصطلاح ملت به معنای به اصطلاح وسیع این کلمه شکل گرفت. یعنی ملت فقط اینجا دیگه یک جغرافیا و یه به اصطلاح شاهزاده به اضافه یه عده رعیت نبود، بلکه ملت شامل اون جغرافیا و اون دولت بود به اضافه یه عده آدم شهروند که همه حقوق رو داشتن و از این شاهزاده استقلال نسبی داشتن. و خب طبیعیه که وقتی که این ملت از این شاهزاده استقلال نسبی داشت، یعنی دموکراسی حقوق شهروندیش داشت، دموکراتیک بود، آزادی داشت، در عین حال دولت هم از این شهروند یه استقلال نسبی داشت. در واقع یک رابطه تنگاتنگ خوبی بین این دولت و این ملت در اروپا شکل گرفت. از یه طرف دولت استقلال نسبی از ملت گرفت، به ملت هم استقلال نسبی از دولت. همزمان یه وقتی در اون موقع قبل از این جریان، یعنی وقتی که هنوز ملت سازی شکل نگرفته بود، شهروند سازی شکل نگرفته بود، اون موقع این شاهزاده ها که به این زمینات حکومت میکردن، اینا در واقع عملا یه فضایی داشتن که درش در واقع فقط حقوق خودشون مطرح بود، حقوق شاهزاده ها مطرح بود، بقیه رعیت بودن، حقوقی نداشتن. و اینا این شاهزاده ها بنابراین همه حقوق داشتن و ملت هیچ حقوقی نداشت، یعنی اون آدمایی که زندگی میکردن. در مقابل ملت، یعنی اون دیگه که زندگی میکردن، رعیت ها در واقع همه وظایف رو داشتن
و دولت هیچ وظیفه‌ای نداشت. بنابراین یک رابطه بسیار نابرابری وجود داشت بین این شاهزاده هایی که همه حقوق داشتن بدون اینکه هیچ وظیفه‌ای داشته باشن نسبت به این رعیت ها و این رعیت ها که همه به اصطلاح وظایف دوششون بود بدون اینکه حقوق داشته باشن. این رابطه به هم خورد به یه جایی رسید که در یه چارچوبی وقتی که این ملت سازی یکم رشد کرد هم دولت صاحب حقوق و وظیفه شد و هم ملت صاحب حقوق و وظیفه شد. بنابراین امروز تو کشورهای دموکراتیک کشورهای مثل اروپا اینا میبینیم که دولت و ملت هر دو حقوق و هر دو وظیفه دارن. در ایران متاسفانه ما این پروسه به اصطلاح ملت سازی ما خیلی ناقص شد. همونجوری که در بحث‌های گذشته هم عرض کردم با انقلاب مشروطیت ما رفته بودیم به یه جایی که این ملت سازی تکمیل بشه، ولی متاسفانه این ملت سازی ناقص شد و این ملت نتونست حقوق شهروندیش رو با معنایی که در اروپا این مردم گرفتن بگیرن. بنابراین ما در ایران دچار یه سری دردسرهای اساسی شدیم در رابطه با رابطه دولت و ملت. قبل از انقلاب مشروطیت دولت همه حقوق داشت، هیچ وظیفه‌ای نداشت، ملت همه وظایف داشت، هیچ حقوقی نداشت. بعد از انقلاب مشروطیت و این انقلابایی که پشت سر هم شد ملت شروع کرد به ادعا کردن که نخیر من همه حقوق دارم، توی دولت دیکتاتوری هیچ حقوقی نداری، من هیچ وظیفه‌ای مثل که ندارم، تو فقط وظیفه داری. و این رابطه دولت و ملت رو خیلی تو ایران مخدوش و به هم زد. و متاسفانه ملیگرایی ایران هم چون جغرافیایی بود، همونجوری که قبلا هم عرض کردم، نتونست یه فرمولی پیدا کنه که بین ملت و دولت یه رابطه تنگاتنگ درست کنه، هم در رابطه با منافع ملی، هم در رابطه با استقلال، هم در رابطه با توسعه، هم در رابطه با مذهبشون، دینشون در واقع. و بنابراین یک سری مسائل اساسی پیش اومد. من تو بحث‌های قبلی مثلا رابطه ایران و اسلام، ملیگرایی به اسلام رو عرض کردم و گفتم این ملیگرایی چون جغرافیایی بوده با اسلام مسئله پیدا کرده، یا مثلا این ملیگرایی چون جغرافیایی بوده با به اصطلاح ملت مردم رو اصلا در خودش نداشته، بنابراین با حقوق مردم مشکل پیدا کرده و همش از اون طرف چون همش جغرافیایی فقط بوده با دنیای خارج مسئله پیدا کرد. این بحث من توضیح دادم. بنابراین میخوام برگردم به اینجا که بگم دوباره این تاریخ کوچیک رو گفتم برای اینکه به این بحث برسم که بحث ملتگرایی یه بحث خیلی مهمیه که جانشین ملیگرایی بشه، برای اینکه این بحث ملتگرایی هم به اصطلاح یک تعریف جدیدی، یک تعریف جامعی از منافع ملی کشور میده که میشه منافع سرزمین و منافع مردم، و هم رابطه به اصطلاح این کشور ما رو، این ملت رو که مجموعه این جغرافیا و مردم هست رو با دنیای خارج بهتر تنظیم میکنه، برای اینکه بحث استقلال رو خیلی جامع‌تر تعریف میکنه. و اینجا دیگه بحث استقلال بحث مخالفت و دعوا با خارج نیست، بلکه اینجا بحث هم به اصطلاح یک همزیستی با خارج و همزیستی با داخله. همزیستی در درون همونقدر مهمه که همزیستی در خارج. و ملتی استقلال داره که هم درون خودش بتونه با خودش زیست بکنه و هم با خارج بتونه زیست بکنه. استقلال به این معناست. استقلال دعوا نیست، استقلال ضد خارج بودن نیست، خارجی بودن نیست. همونجوری که عرض کردم اون استقلال ذهنیه که ما داریم و داشتیم، ولی که استقلال عینی باید همین استقلالی باشه که دارم عرض میکنم. استقلال ملتی، استقلال ملت همین استقلال جغرافیا، یعنی صلح و به اصطلاح دوستی با دنیا، و استقلال مردمی که یعنی صلح و آشتی ملی درون کشور. این مردمی هم در رابطه با دولت، هم در رابطه با خود مردم درون خودشه. بنابراین اگه ما بحث استقلال رو اینجوری درون این ملتگرایی بذاریم، میبینیم که خیلی از مسائل بحث استقلال حل میشه. از همه مهمتر استقلال فقط استقلال دولتی نمیشه، بلکه استقلال مردمی هم میشه و میگن یک دولتی اون وقت مستقله که هم مردمش مستقلن،
هم دولتش مستقله. اینکه یه دولتی بیاد و بگه من مستقلم برای اینکه مثلا ضد امریکا، من مستقلم برای اینکه گوش به اروپا نمیدم، اون یه بحثه. اون همون بحث ملیگرایی سابقه، دلیلی که ملتگرایی قبول نداره این استقلال رو. میگه این استقلال ناقصیه، استقلالیه که 50% شاید درسته، 40% درسته. اگر این مردم مستقل نباشن استقلالت کامل نیست. برای اینکه مردم مستقل باشن، این مردم هم باید نسبت به خارج مستقل باشن و هم نسبت به دولت مستقل باشن، یعنی آزاد باشن، دموکراتیک باشن. و به همین دلیلم این بحث ملتگرایی بحث استقلال رو واقعا یه بحث جدیدی میکنه برای ایران. این بحث من خیلی به اصطلاح خلاصه و رؤوس مطالبش عرض کردم. دوستانی که علاقمند باشن میتونن این بحث رو باز کنن، جنبه‌های مختلف این بحث رو، مثلا اینکه این بحث استقلال حالا که اینجوری تعریف بشه، بحث استقلال اقتصادی رو چجوری پیش میبره، استقلال سیاسی رو چه کار میکنه، استقلال فرهنگی رو چه کار میکنه و غیره و اینا. به اینجا دیگه بحث میره توی جزئیات و میبینیم که در همه این زمینه‌ها ما باید حتما از دو چیز بپرهیزیم. یکی اینکه این ذهنیت استقلال رو باید به عینیت استقلال تبدیل کنیم و برای اینکه عینیت استقلال تبدیل بشه، به این ذهنیت به عینیت تبدیل بشه، باید استقلال رو نه فقط دولتی، جغرافیایی، هویت دولتی، اقتدار دولتی، حاکمیت دولتی تعریف کنیم که در چارچوب مردم، در چارچوب استقلال مردم، در چارچوب هویت مردم، اقتدار مردم، حاکمیت مردم بگیم. به این هم بگم که جامعه‌ای که هر دوی اینا با هم داره جامعه کاملیه. یعنی استقلال مردمی بدون استقلال دولتی معنی نخواهد داشت و استقلال دولتی هم بدون استقلال مردم معنی نخواهد داشت. این مخلوط این دو، جمع شدن این دو با هم یک استقلال ملتی کامل رو به وجود میاره. ملتی مستقله که هم دولتش مستقله و هم مردمش مستقلن. خیلی متشکرم.